اینجا خانه شکربای است. ما را بدام افتاندند. از جایتون نجنبید. ما درون نمیداریم بلکه اونها بیرون میبرویم. ака шахси ворид шуда куҷо шуд? جاهد تو اینجایی است. علمدار هدیه هم پسندت آمد. ака ба бино ворид нашуда истодаанд. میخواهم که ما بیرون برویم. ака чӣ кор мекунем? مجبور میبرویم. ака аз инҷо чӣ тавр мебароем? از راهی برآمده غیجک نواز. تو این طرف گذر، من میپرونم. با انا این میبرویم. گذر. این ماشین خالی است. دام است. گریختن. ба куҷо меравем ака? ба истгоҳи Истанбул.
پولاد و جاهید رها یافتند. من از دستم جراحت برداشتم. در مصلحتمان جراحت برداشتنت نبود یورگن. به زودی به میدان برگشتنت را میخواهم. غالبی این بازی نیز پولاد علمدار شد؟ اریل علمدار با غالبیت های گذرنده خرسند شود. ما در آخر غالب شدنمان را میدانیم. برای همین راهمان را ادامه میدهیم. با باقی مانده های گروه التای هم تکلیف میبری؟ هنگام صحبت با آدمی که جسدش را به علمدار سپاریدم درک کردم که این کارها وقت را کشته ایستاده است. اگر تعقیب آنها را بس کردنی نباشی، این اشارت به مرگ آنها می باشد. این طور میفهمانم اگر برای من کار نکنند نمیگذارم که زنده باشند. تو آنها را پیدا میکنی، غیژک نواز شکار میکند. در بیرج سیانسی نو در سهمیه های گلگه بلندشوی ایلاوگی هست. بعد مرگ استاد اندر و استاد شکر حیات تمام اعضای گروه در خطر است. فکر کی بودن هدف نوبتی انسان را دیوانه می کند. نوبت به حمله دهشتناک ماست. شما هم به من یاردم کنید. اکنون بی خطری گروه را به یگان کس باور کردن نمی توانیم. کاش که گپی اکم را گوش میکردند و به بیرون نمی برآمدند. مرگ او مرا سخت اندوهگین کرده است. مردی بود که به وطن خدمتی طولانی کرده بود. عباس در نزد خانم انادالو دهانت رو نکشای. بیچاره زن از غم دیگر قوتی به پا ایستادن رو ندارد. جاهید، لابا یکه اکادمیکای گروه استاد التای را به جای بی خطر ببرید. خوب شده است. من همه را خبردار نمودم. در چنین حالت ها جای واخوری را معین کرده بودیم. شما را در آنجا انتظارند. برابری به جای بی خطر کوچیدن به من خبر دهید. خوب شده است که جاهید اگر خواهی من خودم حل میکنم. دفعه گذشته بر این کار داشته باشی رو. کاری من تمام شد. کاش که کاری من هم تمام میشد. کدام کار؟ تا حال مسئله یوسف رو با اکم نگفتم. این موضوع را عموما نکشو. تو پرسیدی یگان چیز گفت؟ هیچ چیز نگفت. از این بر می آید که تو خوب نقل نکرده ای. اگر یوسف با آفیس آمده تو را پرسان شد گفته باشی البته یگان چیز نمیگوید. اگر به تربیگی کرد یوسف قریب بود که ارهان او را میزد میگفتی در آن وقت اکا چیزی میگفت. ارهان من یگان چیز نقل نکردم. خودت رفت نقل کن و جوابت رو بگیر. تو فرصت گفتن رو پیدا کنی بگو. من ناراحت کردن نمیخواهم. عباس تو به راحت نگاه کن. راه را نگاه کرده ایستادم. شما را گوش نکردم اکرم. آواز رادیو خاموش است. در گوشت هیچ چیز نیست. پس چی رو گوش میکنی؟ صدای دلم را گوش کرده ایستادم. دلکت چی گفته ایستاده است؟ بعد از 150 متر به طرف راست گرد گفته ایستاده است.
بیا. نتیجه تشخیص تیر را آوردم جناب. خواستم این را به شما رسانم. یگان چیزی منفعت بخش است؟ این سلاح را مخصوص ساختند. سلاحی که استفاده شده است استحصال یگان کارخانه نیست. تیر هم مخصوص ساخته شده است. آیدی تیر یگان معلومات پیدا کردید؟ معلومات پیدا کردیم. کالیبرش نظر به دیگر تیر سلاح ها کلانتر است. در کم حادثه ها شاهد چنین تیر شدند. استحصال کننده اش نامعلوم است. فهمان محسن. واخوردید جاهید؟ بله اکا، همه را از آنجا گرفتیم. تلفن های دستیشان را جمع کردید؟ همش خاموش کرده شد اکا. کامپیوتری به اینترنت پیوست را نیز استفاده نکنند. در جای رفتهشان کامپیوتری مخصوص آماده کن. خوب شده است اکا. به همهشان خاطر رسان کن جاهید. آرام باشند. اریل، این عالم های وطن پرور علمدار در کجا پنهان شدند؟ در گرد و اطراف نیستند. عجایب. در آخران جستجو یکیش را زود پیدا کرده بودی.
این دفعه زیرکانه پنهان شدند و مثل دفعه گذشته نیست. کسی آنها را در محافظت خود گرفته است. علمدار، این کاری اوست. استفاده کارت، صحبت تلفنی، پیام های الکترونی و حتی زنگ های ویدیویی و کامراهای محافظتی نیز برادر نمی نماید. همش دائما در جستجوی رادار الکترونی است تا وقتی که در قید حیات هستند. از دست من راه خلاصی ندارند. این را بینید. تا رفت استاد شده ای. به من هم پسند آمد. اما هم گفتن که کلان شوم نمایشات اجاده خودم را میکشایم. به فکرم حاضر هم کشاده میتوانیم. انگشترینش بسیار زیبا است. بله، زیبا است. صفیه، خوب هستی؟ تو آب بیار الیف جان. خوبی بد دیدم. چی دیدی؟ کودک ها رو دیده بودم که دائما جنگ میکنند. کماندانشان خلیل، یعنی اون کودکی که در آنجا دیده بودم. حادثه از سر گذراندن فراموش نمی شود. تشکر جانم. اگر خواهی به باغچه می رویم. نه اکا، تشکر. من به حجره هم می روم. روزهای آخر احوال امام چنین است. سخت غمگین شده است دخترم. تو نگران مباش. روزهای نزدیک صحت می شود. تا امروز ما را تسلی می داد. اکنون ما باید در نزدش باشیم. ما باید تسلی دهیم. دختری مهربانم. عباس، یگان چیز دقتت رو جلب کرد. در اینجا سگ و گربه بسیار است. گرد و اطراف آرام. فکر میکنم که استادانمان خوابی با فراغت میکنند. اکا نگفت که بعد انجام کار مرا خبردار کنید؟ نه، نگفت. اگر خواهی تو یک بار زنگ زن. یک بار آن موضوع دیگر رو نیز پرسان میشوی. نه، من آن کار را به تو حواله کردم. اکا، به کجا می رویم؟ اکا، ارهانت رو به آفیس میبریم. تو چی کار میکنی؟ ارهان کمتر نفس میکشم. های کن عباس. در راه خاموش بودی؟ تو هم. در حیاتم چنین انسان رو ندیده بودم. نامش رو نیز باری اول شنیدم.
هر سخنی که از دهان امک مورالی میبراید برابر طلا میباشد. گفته هایش رو اصلا فراموش نمیکنم. تو با وی چی طور شناس شدی؟ در آن لحظه ای که سخت نیاز داشتم ناگهان پیدا شد. من هم به گپای او بسیار احتیاج داشتم. برای این هدیه تشکر زیاد. من بعد در حیاتم چه خوشی باشد میخوام با تو ببینم از ره. تنها خوشی ها رو نه، بلکه وزنینی و سختی رو نیز با هم ببینیم. سحر به شرکت بر وقت تر بیا. پگاه روزی بزرگ است. حتما در برت می شوم. تو امشب استراحت کن. خاطر نشو. برای شما آوردم خورید محسن بای. بس است، تشکر. نه نمی شود. 2 قاشق خوردید. اینجا بسیار است. اینقدر جوغاد را کی میخورد؟ چشمانم این آدمی نیک را جستجو داشت. حسنا چشمانت بیمار شده است؟ نه هیچ ممکن نیست. شخصی که جرغات میخورد صاحب پوستی سالم، ناخنهای پرقوت، دندانهای بردم، مویهای درخشان و چشمان پرنوری دوربین می شود. انا همین طور آقای ارهن. حسنا شخصی که اینجا اینقدر جرغات می بیارد دیوانه است، باور کن. شما را بسیار نرنجانیده به نزد استاد انادولو می روم. این جرغات ها را به آشخانه برید. کسی خوردنی باشد در آنجا خورد. ناگهان آمده چنان یک روی کرد که من رد کرده نتوانستم. برای چی آورده است؟ نفهمیدم، لیکن اویده جشنگیری کمی گپ زد. خانم انادولو چه حال دارید؟ بسیار غمگینم. در وجودم دردی به پایانی است. از قفای خوبی و نیکی ها بودید. در خدمت انسانیگری بودید. برای چی شما را کشتند؟ برای چی؟ فرزندانی من بودید. دلم را پاره پاره کرده رفتید. با چنین درد دیگر دلم برداشت نخواهد کرد. با شرافتی چنین فرزندان وطن دوست ما زنده ایم که شما بر این مادران مهربان به غایه رسانده اید. التماس دیگر فرزندانتان را نیز فکر کنید. سخنهای ناامیدی را فراموش کنید. مایلش. ناامید نیستم، اما دردی که در دل دارم مجبور میکند که این طور سخن گویم. پسرم، وقتی که من خود به خود گم میذارم سخنم به آخر نمیرسد. اولی سخنم را فراموش میکنم.
و دائما خاطره های بهترین را یاد میکنم. شاید به شما هم همینطور میشود. من شما را تنها میگذارم. تشکر. چون این شخصان قدردان که برای ملت شب و روز کار میکنند و من مانع جوانان میشوم تا که به دام قمار گرفتار نشوند. حسنو کی تو رو داشته است؟ اکا چای می نوشی؟ می نوشم صفیه. بهتر شدی؟ با یگان کار مشغول شوم حادثه های از سر گذرانده رو فراموش میکنم. در تنهایی خلاص شدن نمیتوانم. روی حقیقی جنگ را دیدن به هر شخص ضربه وزنین میزند. من خیلی پیش آنجا رفته بودم. بعضی چیزها رو دیدم. مسئله در آن است که کودکان باید در این سن و سال چنین نباشند. در دست سلاح گرفته جنگ میکنند. در این سن و سال باید بازی کنند، نه سلاح به دست گرفته به کشتن جسارت پیدا کنند. به این عقلم نمیگیرد. اینها اسیر آن ظالم می باشند که بغیر از منفعت خود دیگر هیچ چیز را نمی بینند. لیکن همه‌شان نابود می شوند صفیه. این ظالم ها نابود می شوند. اما حیات کودکان برباد می رود. آنها چطور زندگی می کنند؟ اپای صفیه‌شان برای آنها حتما درمان می شود. تو نباید غمگین شوی. تو باید با امید باشی که آنها نیز از تو عبرت گیرند. راست میگویی اکا. چای فروش اینجا بیا. در همین جا اکا. تو مرا گوش نکن، دلت رو گوش کن. ای برادران، این جایها بند است. شما در جای دیگر نشینید. خیر اینطور باشد از من نرنجید.
ака ман ба онҳо гуфтам вале маро писанд накарданд. аниқ аз инҷо рафтан намехоҳанд. ака бало омада истодааст. аббос бало қиёмат ба сари паҳлавон меояд. барои ҳамин аббос эътибор надор. дар инҷо набояд бишинӣ. намебинӣ ки шиштаам? хато мекунӣ. бо шахсоне ки намешиносӣ муносибати дағалона накун. бисёр гап назада аз инҷо рав. маро нороҳат накун. бо гапи нағз нафаҳмӣ, шояд ба таври дигар фаҳмӣ. вақте ки ба хубӣ гуфтам гӯш накардӣ. эътироз кардам қабул накардӣ. вақте сухани нармро гӯш намекунанд маҷбур мешавӣ ки зӯроварӣ кунӣ. ака чой овардам, навдам кардам. мехоҳед? чӯб ҳаст, мехоҳӣ?
فکر کردم. تو فریبگر، زود آماده خواب کن وگرنه بالش را بوسه میکنم. زود. گذر. هما پریده رفت، به جایش بم را گذاشتند. آدمان دیده پرسان شدند که آیا هما همین است؟ وای چی است پدر؟ بم گفتنی پرنده بوده است. هما از لانش پریده رفته است و به جایش بم را گذاشتند. آدمان بم را هما فکر کردند. چه خیل، بسیار عجایبه؟ عجایب است پدر. شادم که به تو پسند آمد. اکنون خوابی خوش. شبی خوش پدر جان. من با تو مجبور نشویم تیز نمیدویم. حتی بازن از رقیبانمون هم آهسته تر میدویم. اگر وقت رو دریغ داشته باشی رقیبانت رقابت کردن نمیتوانند. با تو همیشه مثل حاضر بر بر دویده میتونیم. سرعت و قوتمون عوض نمیشوند. در همه شرایط یک جایه بر میدویم. مهمش اون است که در آخر در یک جا باشیم. اگر از من این را خواهی با کجا رفتن ما را نیست باید یک جای معین کنیم. با شرافت شما دوستانم شبانه خوابی با فراغت را دیدند. دفعه گذشته انتخابشان دیگر بود. اگر خواهند در همانجا هم کار کنند و هم استقامت کنند. میدانم البته. تشکر. اولا باید قید کرد که با دستگیری شما کمتر راحت کردیم. کارهای استحصال ریاکتور قریب است که با آخر رسد. روزهای نزدیک به دنیا کی بودنمان را نشان میدیم. خواهشمون تنها حیات آسوده است. من هم برای محاکمه همین موضوع شما را جغ زدم. چیکار میکنیم؟ چطور پیشگیری میکنیم؟ اگر وجودم سپر شود من راضیم سپر کنید. لیکن متاسفانه تیر دشمنان خائن از کدام طرف می آید معلوم نیست. اگر خواهید اینجا رو بدتر تازه میکنم. نه، کارتان را دوام دهید.
عذر میخواهم. تنها خواستم که چنگش را تازه کنم. خواهش کرده بودم. آینه استفاده نکردم. با روی مال ابریشم تازه کردم. جنگ نواخته میتوانی؟ نواخته میتوانم. در کنسرواتوریا آموخته بودم. شما از کی باز می نوازید؟ از 30 سالگی شروع کردم. عجیب. بعدم به سکریپک شوق پیدا کردید؟ نه، آرزوی کودکی هم بود. این طور باشد برای چی اینقدر انتظار شدید؟ اگر کارتون تمام شده باشد میتوانید روید. خسته نباشید. یگان کار نکرده ایستادم. وقت گذرانده ایستادم. پولاد. عذابی سخت کشیدید میدانم، اما این روزها میگذرد. دیگر قوتی به پا ایستادن را ندارم. اکنون بس. باز چند فرزندی وطن را شهید میگردانند. چند. دیگر از دست دادن یگان نفر را برداشت کردن نمیتوانم. لیکن تو هم میدونی که اینها بس نمی کنند. سببش منم. آنها حتی زنده بودنتون را نمیدانند. خود را گناهکار نشمارید. آنها کشفیاتی کرده ای مرا جستجو دارند پولاد. برای همین شاگردانم را شهید کرده ایستادند. شاگردان شما از عالم‌های بزرگی این ساحه می باشند که تمام دنیا می داند. متاسفانه این را دشمنان می دانند و می خواهند که کشفیات بزرگ را به دست آورند. شاگردان من سرشان را می دهند و سیرشان را نه. از همین سبب دشمن از کشتن دست نمی کشد و اینها از سرخم کردن. برای تمام کردن این وضعیت یک راه است. چی فکر دارید؟ این را همه می داند. باید مرا پیدا کنند. کسی با توریوم چی آرزو داشته باشد مرا پیدا می کند. این مسئله را حل کرده می توانی. تنها تو حل کرده می توانی پسرم. آینده را خدا خودش می داند. برای دوستان خود را سپر کردن این رفتار شرفمندانه است، اما برای حل این مسئله حیات شما را در خطر نمیمانم. لیکن من قرارم را قبول کردم. التماس پولاد. استاد نمی شود. شما تاج سر مایید. چی کار کنم پولاد؟ یا اینها را گرفته بر به بر آویخته مانم؟ شما اینجا در سر ما باشید. من باقی مونده‌اش را حل می کنم.
تو چیزی که گویی اقلا روی شاگردانم رو بینم، آوازشان رو شنوم. این بگاه با آنها واخوردن بسیار خطرناک است. دشمنان تماس خردترینی شما را زیر نظارت میگیرند. السلام، به شما خبری خوش دارم. به نزد شما نامده خواستم خبر را گویم. استاد التای چی خبر؟ پولاد علمدار برای در مدت کوتاه نابود ساختن قاتل ها نقشه را آماده ساخته است. ما این نقشه را آموخته می توانیم؟ البته. امشب هم همانجا می ایستید. پگاه با طیاره مخصوص از استانبول می روید. اهل اویلمون چی می شود؟ خواطر نشوید، همش را فکر کردیم. با عائله‌تان شما را به جای بی‌خوف روان میکنیم. شما در آنجا هم کار و هم استراحت میکنید. پولاد علمدار با شناسنامه‌های قلبکی شما به آنها دام میسازد. براو. از کائنات این رو آوردن پروفسور. چند الیمنت هست که به مانند توریوم به قوه بزرگ تبدیل یابد. الیمنت های میدانستگیمان را سنجیدیم. نتیجه اصلی گرفته نشد. در درون معدنی که گروه التای یافته است باز دیگر معدن می باشد. تا این مدت وقت را بیهوده گذرانیده پروفسورها. لیکن یک نتیجه مهم را پیدا کردیم. عجایب. شما را گوش میکنم محترم پروفسور. تمام کارهایمان را نتیجه بندی کرده به خلاصه آمدیم که استاد انادالو زنده می باشد. استاد انادالو واقعا هم زنده است و فعالیتش را در همین گروه دوام داده ایستاده است. خبرهای فوق‌العاده. جایشان را معین کردم. همه‌شان میمیرند. انادالوی نامعین با تمام سر و اسرارش به میان می آید. فهمو. یکمی مرکه است نتیجهش بد نیست. من از این هم بالاترش رو میخواهم. اگر کوشش کنید میشود. من آماده‌ام. لیکن یک شرط دارم. از این یگان کس خبردار نشود. خانم صفیه، اگر خواهر پولاد علمدار به اینجا آمده باشد متاسفانه همه خبردار میشود. اگر مخفی نگاه داشته نتوانی بهترش ما این را آغاز نکنیم. من به خودم دیگر معلم رو پیدا میکنم. شما بر این شخص رو از دست دادن نمیخواهم. تا قدر امکان مخفی میدارم. اگر لازم باشد درس ها را در دیگر جا میگذرانم. فرق ندارد. در کجای باشد به من استفاده همه سلاح رو یاد میدهید. در کجا ساعتی چند گوید میآیم. این طور باشد devam edeyim. Yusuf Bey başaracak. Evet. İnşallah çok iyi olur. Bu değişiklik bize çok iyi gelecek, öyle değil mi? Hı hı. سلام. азра ба монанди гул шукуфтаӣ? ташаккури зиёд.
رفیقان همتان رو خوش آمدید میگویم. یوسف پسرم، من بعد جای تو اینجاست. وظیفه نو مبارک بود. تبریک میکنم. تشکر. به همتون تشکر. مرحمت شینید. پدر، سخنی گشوده شوی رو شما کردن میخواهید؟ من سالهای طولانی سخن راندم یوسف. من بعد استراحت کردن میخواهم. مسئولیت کلان به دوش دارم. چه خیلی که به پدرم وعده دادم هولدینگمون رو به پیش میبریم و برای این به شما بر این متخصص های احتیاج دارم. پدرم همچون رهبر با شرف همیشه با ما خواهند بود. جناب کنان من بعد وکیل رهبری اداره هولدینگ می باشد. شما دوستان گرامی اعضای شورای رهبران انتخاب شده اید. در مجلس یکم همچون موضوع نو یک چیز را گفتن می خواهم. من بعد هم اعضای شورا و هم جانشین اول به روزگی و امضای من طرز پیشبری شرکت های به خودشان وابسته را عوض کرده نمی توانند. مبلغ گذاری و شرطنامه همکاری را امضا کرده نمی توانند. یوسف پسرم، ما برای تیزانیدن کارها همین طور اجازت داده بودیم. حاضر آیسته تر شود بعد اصلاح میکنیم پدر. مایلش رئیس تویی. رفیقان اکنون به موضوع روزمره مجلس شروع میکنیم. نگاه کن. خوب شد. قهوه بفرمایید. تشکری زیاد. خانم نیدیم به شما هم قهوه بیارم. تشکر، زحمت نشود. جنابی فهمی؟ ها خانم آسیا، امید دارم که شما رو ناراحت نکردم. نه این طور نگویید. با ورزش مشغول بودم. وقتتون رو بسیار نمیگیرم. بگاه واخوریم گفته پرسیدنی بودم.
همین بگو؟ بله، البته اگر وقت داشته باشید. اوید یوسف معلومات هایی را که خواهش کرده بودید آماده نیستند. انیقترش وقت یافته نتوانستم. سراسر من نیستم. من بعد وقتی بسیار دارم. بعدتر هم می شود. اوید راهبری خالدین یک دو چیز گفته بودید کردید؟ بله، راهبری را به پسرم دادم. اگر تشریف نمایید یک جای جشن می گرفتیم. این فرصت را از دست دادن نمی خواهم. بیا حقی. خیر، نقل کن. در مجلس برآمد یوسف چخیل بود؟ تمامی فردی عائلتان به این منصب لایق است. فکر عمومیت را میدانم، از این پیش هم مناظره کرده بودیم. اما من عاید مجلس فکر شخصیت را پرسیده ایستادم. خودش را باورناک نشان داد جناب. این کار خیلی مهم است. اما من در آن کرسی وهاب کزوزاده و شما را نیز دیده بودم. فکر میکنم که جناب یوسف را کارهای زیاد انتظار است. ما باید او را دستگیری نماییم. جناب، این خبر زود در همه جا پهن می شود. میگویم که هنوز بر وقت است. اگر آقای یوسف با یگان روزنامه نگار مصاحبه کنند خوب می شود. از یوسف پرسند اگر سخن راندنی باشد مصاحبه کند. خیر، شما در نشست مطبوعاتی سخن کردن می خواهید؟ نه، این بگاه من دیگر کار دارم. فهما، با اجازت شما. مؤسسه تعلیمی TM International داوطلبانро барои таҳсил дар соли хониши 2016-2017 ба донишгоҳҳои пешрафтаи ҷаҳон ба монанди Амрико, Британияи Кабир, Олмон, Полша, Малайзия, Қибриси Шимолӣ ва дигар кишварҳо даъват менамояд. ба донишҷӯён тахфифҳои махсус аз 30 то 100% пешниҳод карда мешаванд. муассисаи TM International ҳамчунин баҳри баландбардоштани малакаи забондонӣ, омӯзиши васеъи забонҳои хориҷиро аз ҷониби омӯзгорони пуртаҷрибаи хориҷиву ватанӣ ба роҳ мондааст ва хоҳишмандон метавонанд забонҳои англисӣ, хитоӣ ва русиро дар муддати кӯтоҳ аз худ намуда соҳиби сертификат гарданд. суроғаи мо шаҳри Душанбе, кӯчаи Нусратулло Махсум 156, бинои Тоҷ, ошёнаи 3. рақамҳо барои тамос 232 42 33 98 522 49 89. баъд аз интизориҳои бепоён, ошиқони таронаҳои овозхонони маҳбуби кишвар طالبی عبدالله و جعفر جلال. مادر از دنیا بیرفت و من گدای. برای هواداران ایجادیاتشان گلچین ترانه‌های عاشقانه و وطن پرستانه با نام فرزند نور را تقدیم می‌نمایند. شما می‌توانید روزهای نزدیک از تمام نقطه‌های فیتافروشی دسترس نمایید. با 0023 و 0024 زنگ زنید. کد موسیقی را گرفته تکمه دعوت را پخش نمایید. وطنم عطر شقایق بسرم، خیال دریا بلبم، ترانه گل به دلم نوای رو. یادآورم گپ زدن نکن یا چمن در روی اولی باید روی گلم، پایان قصت است بخشیدنم فقط. آزارم دادی آزار نتون، با دلم غم دادی با دلت غم نتون. نفس نفس من تو راز دنیا، تو را فقط می جویم، از اوج رویا زی موج دریا، تو را فقط می. اگر شیر خسته از شب ولی خورشید می آید سراغی. چشمش سیاه روخش چوماست، سومن سومن آی سومن، گم شده ها شیرین زبان است. سومن سومن بله جونم بله، ادا جونم بله، بله جونم بله، ادا جونم بله.
تشکر. نوش جون. این چه گپ؟ بدام افتاد. در بلندی روبرویمان جاهید. آقا من دیده نمیتوانم. جنایتکار را دیدم آقا. چی شد محسن؟ جنایتکار میگریزد. تیر به نشان نرسید. از جاش دور شده ایستاده است. جاهید از قفای بینا رو. استا در را کشا. کشا در را. مسافرکش است. آتش نکشاد. شاید در آن آدمانی بیگناه باشد. محسن آن را اینجا بیار. بیا. جناب، خانم زهرا برای مصاحبه آمده است. بیاید. مرحمت. سلام جناب یوسف. خوش آمدی. مرحمت شین. کمی تو رو انتظار میکنم. مهم نیست، انتظار میشوم. بله. تو رو گوش میکنم. اولا منتداری خود را بیان کردن میخوام که دعوت مرا رد نکردید. بسیار یکروی کرده ای. طلباتی کسبم. بعضا همین خیل می شود که برای خبری بهترین از یگان کار دست نمی کشم. یعنی در این وضعیت من برای تو خبری بهترین می شوم؟ البته. شما در تاریخ ترکیه جوانترین راهبری هولدینگ بزرگترین می باشید. اولین مصاحبه رو با شما کرده ایستادم. این برای کریرم بسیار مهم است. من این طور فکر نکرده بودم. حتی اولین شخصی که با او مباحثه میکنم برای حیات کاری من نقش بزرگ میبازد. من
من روزنامه‌نگاری بهترین می باشم. کم است. از من محرر، روزنامه‌نگارهای بزرگ و کارگردانهای زیاد مباحثه را طلب می‌کردند. آنها کهنه. من مثل شما روزنامه‌نگاری نوتئین شده می باشم. این هم کم است. در پسی در روزنامه‌نگارهای جوان بسیارند. من نظر به آنها شما رو خوبتر میشناسم. باوری کامل دارم که نظر بر روزنامه‌نگارهای کهنه کارم رو خوبتر اجرا کرده ایستادم و من از آنها هم بسیارتر میخوام که با شما مصاحبه کنم. برای همین به اینجا آمدم. سوال اول را بی‌صبرانه انتظارم. شخصانی که شما رو میشناسند میگویند که شما رو فهمیدن دشوار است. آیا این درست است؟ این برای آدمی که از کرسی معیوبی خسته است پیشروی بزرگ است. حتی معجزه است. عائله قزوزاده هممان را به حیرت انداخته است. وهاب قزوزاده این کرسی بران را سالهای طولانی رد کرد، اما این ناگهان قبول کرد. و بعد از یک چند سال پسرش فهمی آمده شورا تشکیل کرد و بر ضد پولاد فعالیت کرد. پولاد باشد شورا را ویران کرد، اما به زنده ماندنی فهمی اجازت داد. بعد پسری گم شده او یوسف پیدا شد. درباره او قرار مرگ را داده بودند، لیکن زنده ماند. قرار مرگ بیکار شد و با یاری او مرتبهش بالا شد. دادرش که سالهای زیاد از خانه نمی برآمد به پخ است. برای اجرای کارهای کلان شروع کرد. بعد فهمی رهبری هالدینگ را به یوسف داد. درباره عائله برومند ترک سخن میرانی. عائله های کلان سرهای کلان دارند. کم ترک کشوید. پدر نکشوید از بین انگوش هم نگاه نکنید. لیکن من میخواهم ببینم کشادن ممکن است؟ اکنون میتوانید کشوید. مرحمت. آه الیف، اینها بسیار زیبایند. این هدیه بهترین است. پسندتان آمد؟ صفیه، این کاری کیست؟ رسام جوان الیف علمدار. در حقیقت تو اجرا کردی؟ بله اکای جاهید. اگر باور نکنید به امضایم نگاه کنید. تبریک. احمد نقل میکرد، لیکن اینقدر با لیاقت بودنت رو نمیدونستم. صفیه؟ لبیکه. به این خطها نگر؟ بله، من هم به حیرت افتادم. فکر میکنی که اثری بابایش عمر است. بسیار زیبا شده است. آفرین الیف. هرگز تصویرگری را از دست مده. باوری دارم که هنرمندی بزرگ میشه. پدر اگر اون رو معقول کرده باشید به شما هدیه میکنم. دختری جانم، تشکر از تو. انتخاب کنید، به شما هم هدیه میکنم. در خانه‌تان آویخته میمونید. حالا توییست شیطانچه. کمی پسر میکنیم. بسیار تشکر. سلام، خوش آمدید. مالکم برسلام. کمی پسر میکنیم. بسیار شام زیبا خواهد شد. یگان خواهش دارد؟ کیف و صفای باز هم بیشتر. کمی پس با بازی شروع میکنیم. کیف و صفا میکنید، خواطر نشوید. راسکل خواطر نمی شود.
برای چی این کار رو میکنی؟ از خردسالی هم در قمارخانه می باشم. برای همین دیگر کار رو کردن نمیتوانم. قمارباز خوب هستی؟ با شانسم باوری دارم. همیشه صاحبان بازی برد میکنند. راسکولن به شانس باوری ندارد. بله رفیقان، هنگام مشکلی مدت زیاد در مکانهای بالاپوش ایستاده مبارزه کردن خواهید مرحمت از جرغات استفاده برید. حل همه مشکلات. نه شخصی که به شانس باور میکند آمد. به همه تقسیم کنید. با راسکولن هم آوردی؟ اگر خوردنی باشی به تو هم آوردم. راسکولن میخورد. این خوراکواری معجزه‌ناک است. سری که با قمار زهرآلود شده است این دوام میبخشد. این باری آخر است که اینجا میآیم. این آدم را یک طرفه کنید. خوب. خوش آمدید. امشب بازی کلان در پیش است. ورزش کرد باشد 10,000 لیر است. بالای میز گذار. نوش جان شود. آلتای چی شد؟ در حال حاضر یگان خطر نیست. هم مسلکانمان در جایی بیخوفند. قاتل را نیافتند همین خیل؟ نیافتند. اما جناب پولاد در مدت کوتاه به کار خاتمه میبخشم گفت. حالا میبینی پسرم، آنها بس نمی کنند. من بعد به ما ضرر رسانده نمیتوانند. خواطر نشوید. باز حمله میکنند. باز سببی همه این منم. سببی همش. Aslında antidepresan ilaçlar tabii reçeteye bağlı satılıyor ama bir şekilde eczanelerden reçetesiz de alınabiliyor.
پگاه برآمد دارم. میخواهم که به شما هنر خود را نشان دهم. جناب التای می روید؟ می روم، اما روحم اینجا می ایستد. استاد انادولو خود را سببگاری این حادثه ها می شمارد. چیکار کردنم را نمی دانم. ما همه یک جای او را تسلی می کنیم. این روزها را با دستگیری یکدیگر می گذرانیم. اکا ایران، یک خانم زنگ زده گفت که شخص سکریپکادو رو دیده است. در کجا؟ در میمون خونه بوده است. زود رفتیم. شاید امشب به خواتیر شبی خانم انادولو خاتمه می بخشیده باشیم. پنجه و هفت. ای خدایا این چی گپ است؟ 22 71 Tombala. باید اینطور نمیشد، ولی شد. چه خیلی اینطور شد؟ دو تور بازی کردید نرخش 3000 لیره می شود. یک توری دیگر بازی میکنید. شاید این دفعه بختتان اومد میکرده باشد.
به میز گذارید. اسکان. شما کورت میخواید؟ سی و هشت 17 42 19 نهایت 16 34 چینکو 71 28 33 51 12 تومبالا قرضتون قریب 500,000 شد. بس است یا دوام میدهید؟ تمام. اگر بس کند باید قرضش را نقد سپارد. راسکول می سپارد. اگر قبول کنید این تنها تشکر برای جرغات. برای رد کردن یگان سببی نیست. قبول میکنم. فریبی به هم تا چه خیلی با این حالت دچار شدم. هدیه اولین خانه همون است. تو برای من هدیه کلانترین می باشی. وقتی که دستانم را میگیری خودم را پرقوت حس میکنم. تکراران خنده تو را دیدن خوش است. امروز خیلی خوشحالم. گفته هایت را کمی فکر کردم. اگر تیر پرانی را آموختن خواهی پگاه یک جای تیر می پرانیم. نه بس اکنون نمیخواهم. مایلش. محترم سفیر آمد. خوش آمدید. تشکر. سلامت باشید. مرحمت گذارید. بعد قبول وظیفه با من واخوردنتان بسیار هم خوش است. خواستم دانید که دوستی شما برای من خیلی مهم است. دوستی من را به نوبت گرفتن شما مرا خرسند کرد. از فرصت مناسب استفاده نموده از نام اتحاد دولت‌ها شما را با این وظیفه نو صمیمانه مبارکباد میگویم. تشکر. محترم سفیر، میخواهم که بغیر از مناسبت‌های رسمی باز مناسبت‌های غیر رسمی امان را نیز دوام دهیم. تشکر. با ممنونیت.
با پدرتان کارهای زیاده را انجام دادیم، لیکن نه آنقدر دوستی زیج داشتیم. امیدوارم که چنین دوستی را با شما به راه میگذاریم. فکر میکنم که نتیجه انتخابات 8 نوامبر به دوستی امون ضرر نمیرساند. اگر فکر راهبری نو با من کار کردن یا نکردنش را داشته باشید، از این خواطر نشوید. برای ما بردوامی دولت مهم است جناب یوسف. تجربه هایتان را به نظر گرفته به شما دیپلمات امریکا حرمت به پایان دارم. اگر شما هم فکرهای مرا به نظر گیرید، اصلا روح افتاده نمی شوید. اگر همچون میزبان خوراک را من انتخاب کنم قبول میکنید؟ مرحمت، انتخاب کنید. این چنین ذوق شما را نیز می آموزم. به فکرم گوشت مرغ مرجان نمیخورید. نه، آید به این موضوع تنبیه داریم. پدر، این از این شماست؟ نه دخترم، از آن من نیست، امانت است. اویدی یوکسیکووا قرار آخرین کوزر را میدانی؟ در وضعیت ناگوار می باشند و در آن کنج با همه به همکاری راضی اند. اریل، یوکسیکووا برای همه ما کلید است. وی راه نباید محکم شود. محکم نمی شود اریل. یورگن برای زود به میدان آمدنت خرسند شدم. مرکز طبی که در ایستگاه استانبول ساخته ای جایی معجزه‌ای است. مرا زود به پا خیزاند. حالا بسیار چیزهای عجایب رو میبینید. ما دوستان درینم 200 سال زندگی میکنیم و این را به نوبت گرفته منطقه امان را آرام میدهیم. جناب ارحل خوش آمدید. حالا هم در حجره‌اش است؟ بیرون نبرآمد. مرحمت. خدمتچی حجره. این آدم رفته است. زنی که به ما خبر داد در کجاست؟ در حجره آشیانه پایان. رفتیم. مرا چیکار میکنی؟ هیچ چیز. تو استعداد خوب داری. فراشه را بس کن. تنها غیجک نباز. رفتیم.
سلام علیک. و علیکم السلام. آمدی خوب کردی. من نزد تو رفته نمیتوانستم. همیشه منتظرم. نوری دیده تاج سر. تشکر. میدانم. لیکن دستی خالی رفته نمی شود. من چیزی بردنی ندارم. تنها قهوه دارم و یک دو کلام. اگر از اینجا دور شوم آنها نیز ویران می شوند. مزه قهوه و کلام شما در اینجا دیگر است. قهوه تیار شد. من قدح ها را آرم. همان امانتتان در دست من بود. آوردم. در دست تو ایستد. این رشته بین من و تو می شود. هر وقت بینی به یاد می آری و می آیی.
اگر گم کنم چی؟ برای وا خوردن ما بهانه لازم نیست. تو تنها وا خوردن خواهی، خدا وا میخوراند. به گذشته رفتی و آمدی، تو را چی آنجا برد و چی برگردان یافتی؟ آنی که مرا برد و هم آورد الیف است. سیاحتت چطور گذشت؟ چی ها دیدی؟ چی آموختی؟ انسان از خود دور رفتن نمیتوانسته است. همین را دیدم. تا از بدن برآمدن جان. آمدن برای رفتن است و رفتن برای آمدن، لیکن در اصل نه رفتن است نه آمدن. وظیفه نوت مبارک. باوری دارم که موفق میشوی. تشکر. میخوام در یک بابت به من یاردم کنی. برایت چیکار کنم؟ چی بودن این رو میدونی؟ این رو از کجا گرفتی؟ از اکتم گرفتم. بسیار عجیب که این را به تو داده باشد. وی به من نداد، من خودم گرفتم. این برای او خیلی عزیز است. اگر گرفتنت را فهمد تو را خطر تهدید میکند. خواطر نشو. من بعد اکتم و یگان کس خطرناک شده نمیتواند. یوسف، تو چی کار کردی؟ من به تو گفته بودم که کسی با حیات من بازی کند و مرا همچون رابط استفاده کند جزا میدهم. از او سر کردم. او را کشتی؟ بله. حاضر و این سخن کردن یگان معنی ندارد. این خنجر برای چه لازم است باید بدانم. این خنجر نیست. این کلید همه اعضایان آن دسته است. این کلید است که با آن تمام درهای مخفی آن گروه را گشودن ممکن. شام بخیر آقای پولاد. شامتان بخیر بچه ها. تشکر زیاد. تو اکی اینها هستی؟ بله همین طور است، لیکن بغیر از آتش افروختن دیگر فایده هم نرسیده است. یک دقیقه با من بیا. آنها را به جای گرم ببر و شکمشان را سیر کن. میلش؟ تشکر آقا. برم. خدا مددگارتان باد. خیر، در پناه خدا باش. شب خوش. شب خوش آقا. تشکر.
آمدن ها برای رفتن، رفتن ها برای آمدن است، لیکن در اصل نه آمدن است و نه رفتن. از تقدیمات استودیوی نورانگیز. السلام علیکم اپاشکا. و علیکم برسلام. میبخشید من اپای شما نه. فیلمی مضحکوی فیلم دوست. 5-5شون هنر. من پیش شما هممون را سود بکنم. فیلم باوری، تعجب، خنده و یک جهان حج. در فیلمی مضحکوی فیلم دوست در نقش‌های اساسی الهام جانی شدی با تخلص مگنبا مونس ابراهیم ایستال باشما چقدر زیبا و جورخان سفرف دویدن گوساله تا کهدان عاقبت گپی دروغ را یک جایی تماشا میکنیم. فیلمی مضحکوی فیلم دوست با نزدیکی از دکان‌های فیلم فروشی میتوانید دسترس نمایید. تولی این خانه رو بی تلفن ها 905 33 64 42 و 93 856 56 63. شیار با 0023 و 0024 زنگ زنید. کد موسیقی را گرفته تگمه دعوت رو پخش نمایید. من اومدم بده ها نمه نمویا چا دروازه فقط سرخم نکن جانم به پیشین و مرادی ها بیرو تا بخشیدمت برم خونم حلال تو شب گریه سر گر تو دل داری من هم دل دارم گر تو غم داری من هم با پای سر بیا زادت بمیرم با چشمان شرر زادت بمیرم خدا گر تو کجایی بگو دشمنی مایی بگو از ما جدایی بگو یا به وفایی آمدم از عجب قصه تا شبی هم خانه ای من آگهی از عشق رازم از دلی دیوانه ای من سر کردم دشت و دما سر کردم دشت و دما چیدم گل نمای سومن توفا برم بای